نزدیک به صفر پرتاب میشه به هوا. انشالله ظرف 2 حد اکثر 3 سال آینده ما این محدوده رو عبور میکنیم و میریم انشالله در 35,000 کیلومتر قرار میگیریم. چند تا ماهواره از بالا مدیریت میکنیم و ما در کار دوم فضایی ما انشالله اعزام انسان به فضاست. امیدوارم به فضل الهی با کمک دانشگاهیان عزیز ما و متخصصین انشالله تا قبل از 1404 اولین انسان ایرانی در فضا قرار بگیرد. You're how we're